کشاورزان ولایت خرطوم در سال 2024 دستور رویدادهای پیشروی معظم ملت را اویدی سمنالک و قلانه استفاده بردن آب و زمین، بهتر نمودن حالت مرتبی زمین و بگردش کشاورزی، وارد نمودن زمین‌های بکار خوابیده و بلند برداشتن حجم استحصال محصولات کشاورزی به دستاوردهای نظررس نایل گردیدند. حجم استحصال محصولات کشاورزی به 39.2 میلیارد سومانی رسانیده شد که افزایش آن 109.6% را در بر گرفته که از سال گذشته 34.2 میلیارد سومانی زیاد است. ولایت خرطوم در مقیاس جمهوری یکی از ولایت‌های کلانترین اگراری محسوب یافته. سمت اساسی کشاورزان آن سبزیجاتکاری، باغداری، غله‌کاری، چاروداری و پخته‌کاری محسوب می‌یابد. طوری که از تحلیل جنبش ساحه کشاورزی در ولایت برمی‌آید، حصه ولایت در استحصال مجموع محصولات کشاورزی جمهوری 52.9% را تشکیل می‌دهد. از جمله افزایش در بخش رستنی پروری 27.4 میلیارد سومانی و در بخش چاروداری باشد 11.8 میلیارد سومانی تامین گردیده است. در همه بخش‌های خواجگیداری ولایت در میدان 434,000 گکتار کشتی اساسی زراعت‌های کشاورزی گذرانده شده، اجرای دورنما 106.6% تامین گردید. از جمله در میدان 191,636 گکتار غله‌دانگی و 17,218 گکتار پولیزی و 131,942 گکتار زراعت‌های تکنیکی، از جمله 120,716 گکتار پخته، 39,765 گکتار سبزیجات، 13,723 گکتار کارتوشکا و 39,679 گکتار کشتی زراعت‌های خوراکی چاروا گذرانده شده است. با مقصد درآمد تطبیق نمودن دستور رویدادهای پیشروی معظم ملت، اویدی بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی و از یک زمین گرفتن 3-4 حاصل بعد جمع‌آوری کشتی اساسی خواجگیداران ولایت در میدان 133,400 گکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی گذرانده، اجرای دورنما را 103% تامین نمودند. کشاورزان ناحیه جیهون در میدان 17,800 گکتار کشتی زراعت‌ها گذراندند که از آن جمله در میدان 3,600 گکتار کشتی پیاز، در کشتی تکراری باشد در میدان 3,900 گکتار کشتی سبزی گذرانیدند که از هر یک گکتار زمین با مقداری 550-600 سنتینری حاصل سبزی را به دست آورده ایستادند که این حاصل خوبی کشاورزی می باشد. در اساس استفاده اگراتکنیکای خواجگیداری کشاورزان از هر یک قطعه زمین 3-4 حاصل به دست میارند که علاقه اینا نشونامای پیاز بروقتی بر اعلی مشاهده کرده می شود که در میدان 3,510 گکتار علاقه کشتی پیاز گذرانیده شده است. با مقصد بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی حالت مرتبی 3,179 گکتار زمین‌ها بهتر گردانیده شده، 790 گکتار زمین‌های از گردش بیرون مانده به گردش کشاورزی وارد کرده شده‌اند. در سال سپری گردیده در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت 1.1 میلیون تن غله‌دانگی‌ها، 2.1 میلیون تن سبزیجات، 880,000 تن پولیزی، 164,600 تن پخته، 250,600 تن کارتوشکا، 366,000 تن میوه‌جات، 132,000 تن انگور، 248,000 تن گوشت، 605,000 تن شیر، 181 میلیون دانه تخم، 6,200 تن پشم، 200 تن پیله، 1,233 تن عسل و 3,826 تن ماهی استحصال کرده شده است. در این دوره سرعت رشد استحصال محصولات کشاورزی از 103.5 تا 171% تامین گردید. از سال 2015 سر کرده تا 2024 هر سالی که ولایت خرطوم از 250 تا 410 تن ماهی هر سال به سال زیاد کرده شده است که عموما ساحه رشد یافته شده است. اگر نسبت سالهای چخیلی گفتیم قریب خواجگی‌های ماهی پروری قریب 5 مرتبه زیاد شده است. امروز تعداد آنها به 331 عدد رسیده است. نسبت به سال 23 بگیریم اگر 26 تا خواجگی ماهی پروری زیاد شده است. اگر میدان کل حوض را بگیریم از 73 تا 91 گکتار زیاد شده است. استحصال چخیلی که ما گفتیم عموما نتیجه ها خوب است. من امسال 2023-2024 قریب 8 نمود ماهی های نو رو به جمهوری به ولایت ما وارد کرد. این معنی اون دارد که آن ماهی هایی که از شهر کراسنودار و شهر سوچی و یک قسم از ایران وارد کردن با شرایط اقلیمی جمهوری ما مطابق است، یعنی نویه بندی شده است. استحصال ماهی را از هر گکتار نقض می‌کرد و روز تا روز افزون کنی هم ماهی هم بهترین است. من در ولایت 2 سال بود که در ناحیه دنگره و شهر نورک
با اصول قفسی، یعنی با اصول سیتکه میگه قفسی پرورش کردن ماهیا. عموما ما در ولایت سال 23-24 نبود، من امسال 24 تن ماهی فریل استحصال کردیم که این برای مردم که از ماهی‌های نادرترین بیشتر از جهت غذانوکی، از جهت لذت، از جهت طعم، از جهت میکرو الیمنت‌ها، از جهت ویتامین‌ها باید است که امروز برای مردم ما ضرور است و خواهشمندان میگیرد. ذکر باید نمود که همساله کشاورزان ولایت خرطوم با مقصد فراوانی بازار استعمالی و رسیدن به یکی از هدف‌های دولت و حکومت در تامین امنیت عضوقواری سهمی نظر است دارند. جهت تامین بازارهای استعمالی مملکت در ولایت در میدان 1387 گکتار گرمخانه کشت سبزیجات بروقتی گذرانده شده. از این حساب 45274 تن سبزیجات استحصال کرده شده است. با مقصد رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در میدان 287 گکتار باغ و تاک‌زار نو بنیاد گردیده، 207 گکتار باغ و تاک‌زار کهنه برقرار کرده شده‌اند. با مقصد زمینه با اعتماد گذاشتن به کشت کار بهاری در ولایت در میدان 19000 گکتار آبمانی ذخیروی، 4000 گکتار آبشویکنی زمین و یخابمانی در میدان 2000 گکتار باغ و تاک‌زار گذرانیده شده. کارها در این سمت ادامه دارند. کشاورزان ولایت خرطوم از پیام نوبتی پیشوای معظم ملت به مجلس عالی کشور روح الهام تازه گرفتند. با مقصد بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی از یک زمین گرفتن 3-4 حاصل و برای تامین فراوانی بازار استعمالی با محصولات خودی و سهم گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری از تمام شرایط و امکانیت‌ها استفاده برده تا اینکه به هدف‌های نهایی خود نائل گردند. کشاورزان ولایت خرطوم با مسئله زمینه با اعتماد گذاشتن به کشت کاری بهاری از همه شرایط امکانیت‌های موجود ثمرات استفاده برده کوشش بر آن دارند که شدگاری خصوصیت زمین‌ها را در ملت معین شده به انجام رسانند. ذکر باید نمود که اصلا کشاورزان ولایت خرطوم به ساحه پخته‌کاری مشغول بوده. این سال طبق دستور رئیس ولایت باید در میدان 41000 گکتار کشت زیر پلان کار به طریق محاصیل برآورند. زیرا تجربه دهقانان نشان داد که این اصول کار از منفعت خالی نبوده میتوان حاصل خوب پخته را به دست آورد. با این مقصد نیت دارند که این سال استحصال محصولات کشاورزی را افزون نموده در فراوانی بازار استعمالی مملکت و تامین امنیت عضوقواری سهم ارزنده خود را گذارند. خانم نیازی، غیر شوی مردان، نمازلی رگش برای برنامه تحلیلی 7 روزه خرطوم.